سلام و درود، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم با تیر لیست شخصیت‌های انیمه اتک آن تایتان رتبه بهشون بدیم، ببینیم کی خوبه کی بد. هر کی هم که دوست نشیم میذارم تو شخصیت اضافه، براش فاقد اهمیتی مثل این یارو اصلا نمیشناسیمش. خب و اولین ویدیو بلند ما کاملا از چنل اوتوکو سنترال و بفرمایید. سلام. سلام. خب میریم سراغ ویدیو چون نه ما حال داریم نه شما. زیک دقیقا. شاهکار خب کلن شا... فصل 3 و 4 بستگی به این داشت، این نبود این دوتا فصل اصلا نبودن. تمام دقیقا. عالی بهتری. آرمین اینم شاهکار. نه خیر بدترین. عمو چی کار یه میکنی؟ دقیقه اروین یا آرمین؟ آرمین همون شد. ببین یه دقیقه آرمین جایی که باید قدرتش رو نشون میداد فصل 4 که اروین نبود رید. راست میگی آجی، راست میگی. من اصلا از 4 گفت من نباید انتخاب میشد، من باید بمیرم. داشت خودکشی میگه. دو تا مامانای ارن که جفتشون یه دونن ولی خب دو تا عکس داریم، ما نمیتونم پاکش کنم، پس میذارم شخص اضافه. یکیشون مامان ارن. مامان ارن هم تنها دلیلی که ارن بخواد کل فصل 4 رو بیاره جلو واسمون همین مادرشه. دقیقاً خوب بود. مامان ارن خوب بودی. بعد پادشاه فیک خدا شاکر اضافی بود، هیچ کار خاصی نکرد. آنی آنی فقط شخصیت منفی بود، همین فقط منفی بودش. وسط شخصیت منفی بود. ببین کارشو با عنوان لیوای خیلی دوستش داشت، اصلا لیوای گفت خیلی فقط آنی این خداست. این یارو فقط به خاطر اون کجایی؟ که طراحی کرده بود عالیه، قبول نداریم. خب الان کجا بودیم؟ این تایتانه که همه هر کی ارن دوست داشت و خورد. ارن چیو دوست داشت؟ فقط یه مادرش بود دیگه. این یارو سربازم دوست داشت. این خب این نخورد که خورد. راست میگی حواسم چقدر فصل 2 این که مهم چقدر نیست، 3 ماه طول کشید اتکو ببینم. این تایتانه خب 3 تا کار مهم کرد. 1 اینو خورد، 2 مامان ارن خورد، 3 فهمیدن چون خونه سلطنتی تو رگاشو فهمیدن ارن قدرت سلطنتی داره میتونه ازش استفاده کنه. پس ما میذاریم تو بد. نه میذاریم کنار آنی، میذاریم کنار آن. جاش خوبه. هانجی خدا وکیلی خوب بود. جاش خوبه واقعا. هانجی هیستوریا تنها کاری که کرد اینو عاشق خودش. هر مملکتی به این ملکه احتیاج داره که ادارش کنه، پس اینم فقط من ترجیح میدم پادشاه داشته باشم تا یه ملکه. پس فاقدم بسیار نه خوبه، مرسی نویزی بهتره. خوبیه. این یارو چی؟ راینر این که فهمیدم این خیانتکاره خیلی اصلا خوب شد، خیلی ازش متنفر شدم. یکی از شوکای بزرگ انیمه این بود که این خیانتکاره. ببین اون لحظه که اتک داشت اینو میگفتش، اون خیلی اصلا ذره بهت میگفت که این خیانتکاره و تو هی می‌خواستی باور نکنی، نه راینر خوبه. نه راینر نیست. راینر برمیگرد. راینر دیوارش رو برمیگرد. راجع به شخصیتش بخوایم صحبت کنیم، فصل 4 این خود بی خود شد کلا. فصل 4 ببین تو چند سال تو زمینه جنگی باشی خطر روانی بود. این هم مهم نیست. این هم همونی بود که گبی میخواست بکشتش. این هم همون سربازه بود که خمیم اضافه بود دیگه. این فلاک داداش، فلاک خیلی خوبه، وفادار بود به ارن. سگم رفیق با معرفت. نه هر احمد. ببین ارن وقتی جاش اینجاست این شخصیت اضافه است. ارن جاش اینجاست. چرا؟ یه ویژگی مثبت از ارن بگو. من همه کارهای فکرایی که راجع به ارن کردم پس میگیرم. یه دونه نسکشی نجات. ارن بهتره. دوست پسر گبی خودش کی بود که این باشه؟ اینم که همون یارو بود که اسکول بعدم پسر آخر مشخص نمیشه پسر یا دختر. این اصلا این چرا اینجوری بودش؟ این اول انیمه اول فصل 4 ریش داشت، بعد آخر فلانی بهش گفت آره خوشحالم با دختری مثل تو آشنا شدم. پیکسیس اما این چیه الان؟ این بهش گفت. این پیکسیس داره پیکسیس بهش گفت. آره نمیدونم هر کی از بود دیگه تو کل انیمه و مهمم نیست. شخص اضافه بود، هیچ کار خاصی نکرد. خب
پیکسیس چی؟ خب آره پیکسیز هم دائم الخمر هیچ چیز نبود فقط مشروب بخور. ببین کنیو، ببین قسمت نمیدونم چندم فصل 4 بود که آرمین زد اون جزیره رو به فنا داد، نصف افراد رو کشت. خب آرمین در کل مدت اگه کنی باعث نمیشد که این یه نفر رو بکشه آرمین عمرن اون کارو میکرد. پس کنی نقش خیلی مهمی داشت. چرا؟ چون بعد اون ارن تونست رامبلینگو را بندازه. پس این مرسی ببین نریدی میذاره. شاید بازم نمیشه 100% گفت. آره ولی مثلا هم حضورش ولی کوتاهه. احتمال بیشتر همینه، نمیتونی قانعم کنی که نیست. اگه این نبود آرمین عمرن اون کارو میکرد، به خاطر این نقشه ارن قطعا شکست من میخورد. قانع کنم الان ضعیفه. برو. مرسی. این که ارن خورد مهم نیست. اضافی بود دیگه. این یارو کی؟ اینم بعدم مهم میاد، این دست و پا نداره، به خاطر این مهم نیست. این یارو مهم نیست، خب، فرمانده مهم نیست، مهم. مامان یعنی هیچ مهم مهم نیست. نیست، این یارو مهم نیست. این یارو فرمانده اینم بد نیست. نمیدونم فرمانده بود دیگه، کار خاصی نکرد. مرسی ندیدی همین. آخرش نجات داد. نه یه دقیقه، فصل 4 که مرد این باعث شد که ارینا فاصله بیشتری بگیرن، قطاره رو ترکوند. وگرنه این تو نور و کشتی ملخ می‌ریختن. موندن. آره نه قبلش که قطاره رو آره. ترکوند. خب وگرنه میریختن. آره. میکاسا اینا همه رو میکشتن. یعنی فصل 4 ارن به همه خاطر رو این می‌کشتن. مرد، میکاسا زد کشش. وگرنه آره. پس این خوبه. خوبه بذار خوبه. سه تا اوکی. بچه‌ها که مهم نیست. یمیر مهم نیست. به 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 گبی عالیه. وایسا ببینم یمیر مهم نیست. داداش یه ببین دقیقه وایسا. شخصیت اضافه است، تاثیر خاصی تو داستان نداشته. داستان اصلی ما هانجی داداش شامل. یمیر نبود اصلا چی وجود. پس کلا مهم نیست. یمیر یعنی ای تایتان. کاش نبود، ای کاش نبود. چه؟ مهم نیست. بابا نکن بذارش وسط حداقل. باشه بیا وسط مهم نیست بود. وسط. خب اینجا قدرت و کنترل دست منه، تو هیچ تأثیری نداری. یکم حرف بزن، من کار خودمو میکنم. نکن. خب اینجا بذاریم. مرسی که نریدی. آره مرسی که ندیدی. خب ببین حالا یه چیز میخوام واقعی گبی منفورترینه، مزخرفترینه و به درد نخورترینه. یعنی اینجا هر کی نباشه قطعا لایق این یارو هست. خب ولی گبی ساشا رو کشته. نه ساشا بابا چرا مشکل با ساشا چیه؟ خیلی میخورد بابا این قضیه تو رو میخورد. خیلی گوگولی بود ساشا، به درد خیلی گوگولی بود. اسکلترین، خنگترین، گاف کلا میکس حماقت بخوای در بیاری ساشا نفر اول. تنها کاری که بابا آخه گبی با اینکه ساشا رو کشی بازم در نمیشه یکم بیای بالاتر. همون انی بودی که هستی. این یارو که این سگ بو ارن کشت. ارن زنده بود، من کار ندارم. این فقط بو میشه. این سگ بو میکشید. چرا خب واقعا و البته اولین نفری بود که جلوی زیک وایستاد تقریبا. و اگه زیک سورپرایزش زیک وای نیست، زیک خوردتش. نه اگه زیک خوردتش وای نیست. زیک اگه سورپرایزش نمیکرد این یکی از بهترینا بود. 11 تا تایتان تو عرض 2-3 دقیقه کشت. بعد لیوا یکی از قوی ترین سربازا بوده. پس اینجا جاش عالیه. نگن زد تو سریال بهترین. آره اینم که مهم نیست، اینم پسر رایس مهم نیست، این پیرمرد مهم نیست. جان اسب معروف. جان اسب. فقط به خاطر اینکه این میکاسا رو گرفت میاد بیرون. شخص اضافه. جان به ارم میگه نگران نباش. اسم بچه‌مون میذاریم ارم. نه حالا جان کجا باشه؟ جان خیلی مغرور بود. خیلی ببین مغرور بود ولی بعد مردن مارکو به خودش اومد. اینو واقعا باید لحاظ کنم. آره راست میگی، شاید اینجوری باشه. کلا شد یه فرمانده درست. یعنی به نظر من هانجی احمق به جای اینکه آرمین رو بکنه فرمانده اینو فرمانده میکرد خیلی بهتر بود. میتونست قابلیتش داشت ولی آرمین کلا فرماندهی رو میتونست یه سر شده بود بگیره. خاطر اون فرمانده خوب بود. آرمین اصلا نباید اونجا این لیوای اسکول احمق گاف اروین رو نجات آرمین رو نجات. خب به خاطر اینکه اروین خودش میخواست. ببینیم ای وای دریا. بابا اروین خودش میخواست. اروین خاک دوست داره. اروین بابا اون تو فکرشونو گفت عمدن این کارو نکرد. حالا جان کجا بذاره؟ جان
باز ژانو بذار مرسی که ندیدی دیگه. نه خوب نمیدونم. خدایی بذار جان بالا، نه جان خوب بذار خوب، بذار خوب. ارن